این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که هنوز هیچی نشده، از بحران نمایش انتخابات توی نظامش به دست و پا افتاده و نوچه هاشو فرستاده تا از این روزه ها بخونن. ما انتخابات پیش رو داریم، شما رو به خدا رعایت کنید، اخلاق رو رعایت کنید، آداب رو رعایت کنید، همدلی رو رعایت کنید، بگذارید این سکان درست هدایت بشه، بگذارید این وفاق حفظ بشه، بگذارید دشمن شاد نشیم، به هم نیفتیم، خدای نکرده تخریب نکنیم. اینطور که پیداست سرنوشت این نمایش انتخابات و نگهداری از اون یه چیزی تو این مایه هاست. سیرک نمایش انتخابات طبق معمول با قطار شدن جک و جونورای نظام شروع شد. پاسدار لاریجانی شناسنامه عراقیشو آورد. آیا میتونی من نشون میدونی؟ آیا دکتر یه بار دیگه ایسا آیا دکتر این سمت آیا دکتر آیا دکتر سویتتون خبرساز شد میشن خیلی آیا دکتر با اسناپ اومدی یا تفسیر؟ احمدی نژادم اینطوری به شناسنامه لاریجانی تیکه انداخت. خیلی احترام دارم، کلاً ساخت ایرانه. پاسدار جلیلی بدون هیچ دلیلی این عکس مسخره رو انداخت تا بگه داره برای شرکت تو انتخابات آماده میشه. کاربران فضای مجازی هم این ژست جلیلی رو با این کلیپ طنز شبیه سازی کردن. دکتر مسعود شصتچی به اتاق عمل. آقای دکتر مسعود شصتچی به اتاق عمل. به 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 به. جناب پروفسور شما خیلی پزشک حاذقی هستین. به به خیلی ممنونم لطف دارین شما. این هم یکی از مشاورای اقتصادی پاسدار جلیلی و یک اظهار نظر فوق کارشناسی. لیبرالیسم اگر به من بگید یعنی چی؟ میگم لیبرالیسم بندگی خداست، یعنی انسان بنده شه، انسان برده شه، برده خدا. لیبرالیسم بندگی خدا یا شیطان؟ نه، نظر شما لیبرالیسم بساط تیکه پرونی و مسخره بازی هم هنوز هیچی نشده پنج شده. جایی گفته بودم فرق من با آقا محسن رضایی این است که هر دوتا ما همیشه کاندیدا میشیم ولی او هیچ وقت رأی نمیاره، من هیچ وقت تایید نمیشم. لذا اگر این قصه رو حل بکنیم. حالا بشنوید از یه سیاهی لشکر عمامه‌دار که پته خیمه شب بازی به نام انتخابات توی نظام ولایت رو اینطوری روی آب بریزه. بنده ثبت نام کردم تا یوم الحساب پاسخ دهم که از بار مسئولیت در نظام اسلامی شانه خالی نکردم. انشاءالله شورای محترم نگهبان بنده را جزء داوطلبان نهایی قرار ندهند تا از پاسخ سوال دوم در یوم الحساب هم معاف شوند. خودشون هم میدونن که این یه بازی مسخره بیشتر نیست و همشون به غیر از اونی که عظما دنبالشه کنار میرن. این نجم آرپیجی هم برای اینکه سیرک عظما کامل بشه خودش رو رسوند و در حالی که خودش هم میدونه جاش توی نظام ولایت کجاست قمپوز دولت سالم رو هم در کرد. اینجا شعارم رو به عنوان دولت سالم، اقتصاد سالم، جامعه سالم، محور ملت پر افتخار ایران بیان کنم. این هم یک تصویر شماتیک از دولت سالم و اقتصاد سالم توی نظام ولایت.
معاون دزد آخوند رئیسی هم اومد در جواب سوال خبرنگارا خوشمزگی کنه ولی پشتک وارو زد. حتما شما تو انتخابات ثبت نام میکنید؟ ما که داریم حمالی میکنیم حرفا چی؟ خدا هر جای این سیرک رو نگاه کنی سوژه طنزه. یه نمونهش نوچه اکبر کوسه که جلوی دوربین انگشتش رو اینطوری پاک میکنه. ته خط هم سر و کله این شارلاتان پیدا شد تا پیشا پیش آمار قلابی و عظما پسند رو اعلام کنه. چند درصد مشارکت رو پیش بینی کردن؟ من آخرین درصد که دیدم بالای 70%. مربوط به 3 روز. خلاصه این که با هلاکت رئیسی یک کلیدی روشن شده که عظما مونده چطوری خاموشش کنه. حالا این بسیجی‌ها و پاسدارای وارفته هستن که تازه داره دوزاریشون میفته که چه ضربه‌ای خوردن. ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی سرمون افتاده. یه واقعیتی. حالا هنوزم به نظرم ما گرمیم. حاج آقای رئیسی قامت بلند بود در سیاست. در دولت آیت الله رئیسی ژنرال‌های سیاسی قریب به 6-7 مدعی ریاست جمهوری در دولت آیت الله رئیسی به عنوان وزیر و شبه وزیر زیر عبای دولت کار میکردن. در کدام دولت هم چه اتفاقی ممکن بود بیفته؟ یه ذره که از داغی بیفتن اون وقت میفهمن که کی رو از دست دادن. خبر تو خبر. مشنگی به نام قاضی‌پور چند وقت پیش یه مصاحبه کرد که هنوزه سوژه کلیپای طنزه. آقا سلام، خسته نباشید. من دیشب 2 تا دلر محک خریده بودم از اینجا، یکیشو آوردم پس بدم. شما نمیتونید بگی که دیشب در همین ثانیه همینجا بودم. اینجا نبودید. دیروز شما اینجا بودی، اینجا دیروز نیست، فردا هم اینجا نیست. زامکان عوض شده، کره عوض شده، به سو میره. کره زمین که دورش میچرخه، خودش دور خورشیدم میچرخه، کل منظومه میچرخه، حرکت به سوی ناممکنه. ممنون، مرسی. این روزا بازار جعلیات توی نظام ولایت فقیه هم داغه. مثلا یه فیلم از یه تلویزیون عربی پخش کردن که بگن حتی مجریای تلویزیونای کشورهای دیگه هم عزادار سقط شدن رئیسی هن. حالا فیلم اصلی رو ببینید. طيب خلينا نروح عند مشاهدينا ونشوف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. عظما دلش خوش بود که توی سازمان ملل برای رئیسی مجلس یادبود بگیرن که اونم چنین فضاحتی شد. نعشکشی رئیسی رو حتی کارشناسای خودشون هم تحویل نگرفتن. به خاطر همین صدای تلویزیون عظما علیه جامعه شناسای خودشون هم بلند شد. به این خبر میخوام یه صحبتی رو داشته باشم با آقایون جامعه شناسی که در مورد مسائل گوناگون خیلی خوب نظر میدن، راجع به مسائل مختلف جامعه صحبت میکنن، اما نمیدونم چرا در مورد حضور 10 میلیونی مردم برای وداع با رئیس جمهور ساکتن. مگه وظیفه جامعه شناس دیدن همه جامعه و تحلیل کنش‌های اجتماعی نیست؟ این هم یه نمونه از اظهار نظرهای جامعه شناس‌ها درباره آخوند رئیسی.
یک عده زیادی در این مملکت کشته میشن، حکومت به شکل مختلف میکشه، اجازه بهشون عزاداری نمیدن، ولی بعد میتونید خیابون‌ها، صدا و سیما، این همه بودجه مملکت در اختیار کسی بذارید که از سال 67 پرونده و کارنامه روشنی داره. بارها توی مسیر راه دیدم راجع به ابراهیم رئیسی، خادم الرضا و غیره. واقعا من برام از اهل دین مهمه بپرسم که رضا خادمش اینه، یعنی قبول میکنه خادم و خدمتکارو؟ الان بس سر سرکوب و سرکوب شده است. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، باره میره توی گور این عظمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.